سلام، خوش اومدین به کانال انگلیش فائزه. توی این ویدیو میخوایم به شما 10 تا اصطلاحات پرکاربرد که تو مکالمات روزمره زیاد ازش استفاده میشه رو بهتون آموزش بدیم. پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو همراه ما باشید. اولین اصطلاح، من خواب موندم. I overslept. I overslept. اصطلاح دوم، من پایم. I'm in. حالا میخوایم بگیم من پایین نیستم. I'm out. سومین اصطلاح، کشت مردتم. I'm nuts about you. چهارمین اصطلاح، به همین خیال باش. dreaming. پنجمین اصطلاح، تو بهترینی. You are the best. ششمین اصطلاح، هولم نکن. Don't rush me. هفتمین اصطلاح، موش زبونتو خورده. Cat got your tongue. آمریکایی‌ها میگن گربه زبونتو خورده، اما ما عامیانه میگیم موش زبونتو خورده. هشتمین اصطلاح، خدا به خیر کنه. God help me. نهمین اصطلاح، تکون نخور. Hold still. دهمین اصطلاح، کارت عالیه. Keep it up. ممنون که با من همراه بودید.